حضرت ابو هریره گفتند که من شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را می گفتند عاید شبهای رمضان من قامه ایمانا و احتسابا، کسی که اگر شبهای رمضان نماز گذارد از روی ایمان، یعنی باعثی که او را به نماز از جا برخیزاند این ایمان باشد، باوری به الله تعالی، باوری به وعده های الله تعالی و باوری به روز قیامت. این چیزا سبب شد که بنده از جا برخسته نماز گذارد. و احتسابا، مراد از کلمه احتسابا یعنی با مقصدی ثواب گرفتن. اگر نمازی خواه تراویح هست، خواه تهجد است، خلاصه در شبهای رمضان اگر نماز خواند، دو شرط اول از روی ایمان باشد، شرط دوم با مقصدی ثواب. کسی با مقصدهای غیر این مقصدها اگر به مسجد بیاید، اینا البته از این ثواب محروم می شوند و برعکس گناه می گیرند. مثلا کسی آمده است با مقصدی فتنه انداختن در بین مسلمان ها، یا با مقصدی دزدیدن مال مسلمان ها، یا از این هم بدترش با مقصدی خبر رسانیدن به دیگر جای ها، اگر به مسجد آید، البته اینها نه فقط ثواب میگیرند، اینا ثواب نمیگیرند، اینا گناه میگیرند و احتمال هست که به غضب الله تعالی گرفتار شوند. چون که مسجد جایی است که جای عبادت است، جای بندگی هست، جای طلب آمرزش گناه هست. بعضی انسان ها مسجد می آیند با مقصد دیگر و در نتیجه گناه می گیرند. کسی از روی ایمان اگر نماز شب خواند و از روی امید ثوابش عظیم است. غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه هایی که از او تا این دم صادر شده بود بخشیده می شد. ابن المنذر رحمت الله علیه جزم کردن که تمام گناه هایش بخشیده می شد. واقعا اگر این دو شرط در شما یافت شود، ببینید شرطش نه به عدد رکعاتش اشاره کردن، نه به کیفیت نماز، فقط گفتن همین شرط دو شرط باشد. به شرط ایمانش او را وادار کند که نماز گذارد و با مقصد امید ثواب اگر به نماز جماعت اشتراک کند، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهایش بخشیده می شود. واقعا این در خصوصیت ماه رمضان آمده است. یعنی شبهای رمضان کسی نماز می خواند، خواه در مسجد خواه در خانه، چه قدری که باشد، چون که حدیث اطلاق کرده است